یک نامه ای از خواهر موحد و مسلمان تاجیکستانی که به برادر حضرت مولانا انصاری، مولانا فضل الرحمن انصاری حفظه الله فرستاده شده، به خوانش بگیریم این نامه خواهرمان را که چقدر از صدق دل و از صفای دل این نامه را نوشتن و واقعا درد این خواهر که در این نامه داره قابل درک هست. الله متعال همه دوستداران مولانا مجیب الرحمن انصاری شهید را برشان صبر بده، بالخصوص بر خانواده عزیز و مادر بزرگوارشان و برادر بزرگوارشان که واقعا سخت است برای تک تک امت اسلام. این حادثه المناک یعنی تحملش واقعا سخت است. به این مناسبت نامه خواهرمان را که از تاجیکستان است، این خواهر موحده، الله متعال اینا را در حفظ امان خود داشته باشه، که به جناب شیخ فضل الرحمن انصاری حفظه الله از تاجیکستان این نامه را روان کردند. این خواهرمان نوشته است که اولا ما به مولانا مجیب الرحمن انصاری رحمت الله علیه شهادتش را تبریک میگوییم. بعد به برادر عزیزم فضل الرحمن انصاری حفظه الله تسلیت عرض میکنم و به خاندان انصار و به فرزندانشان و به معلمانشان و به مادر بزرگوارشان تسلیت عرض میکنم و به پدر بزرگشان صبر جمیل میخواهم و به مردم با تقوا و با ایمان افغانستان و به همه مسلمانان جهان تسلیت میگویم. برادر شهیدم، برادر قهرمانم، ای عمر در زمان ما، ای مولانای ما خواهران تاجیک شما هستیم. شما را بسیار دوست داشتیم. زمانی که شما در وصل حق بودید ما شب و روز شما را تماشا می کردیم و می گفتیم ای کاش مردانی مانند شما در سرزمین ما هم می بود. و از شدت محبتمان نامهای شما و دوستان شما و عزیزانتان را بر یکدیگر می گذاشتیم. یکی می گفت من مجیب الرحمن هستم و دیگری می گفت من فضل الرحمن هستم، من فضل الحق سلیمانی هستم، من احمد جان هستم. ما شبها و روزهای رمضانی خود را با شنیدن سخنان حق شما گذرانیدیم. سال آینده ماه رمضان بیاید و ما نمی توانیم از سخنرانی های حق شما بهره مند شویم. ای برادرم مولانا فضل الرحمن انصاری، شما جانشین برادر عزیزتان هستید. امروز جامعه اسلامی مردان، زنان، پیر و جوان از افغانستان و یا تاجیکستان و کل جهان اسلام، همه اینها یعقوب هایی هستند که از پشت یوسفشان گریه می کنند و از جانب خداوند صبر ایوب می خواهند. ای برادرم فضل الرحمن، شما بنیامین ما هستید. شما از کنار یعقوب ها دور نشوید، از منبر یوسف ما دور نشوید که ما طاقت دوری بنیامینمان را نداریم. فراق یوسفمان را با دیدن و شنیدن بنیامینمان کم می کنیم. برادرانم، شما باید مسیر رهبرمان را ادامه دهید. اجازه ندهید که صدای منبر انصار خاموش شود. اجازه ندهید که دشمنان اسلام آن ترس و وحشتی که داشتن را فراموش کنند که برادرمان استادمان بر دل دشمن قرار داده بود. ای دشمنان خدا، شما امروز یک مجیب الرحمن انصاری را از ما گرفتید به قصد اینکه امت اسلام را دل شکسته و ناامید کنید. بیخبر از آن که هزاران مادر مسلمان را بیدار کردید که با خدا و خودشان عهد بستند که فرزندان مسلم مولانا مجیب الرحمن انصاری را تربیت بکنند و امروز همه آنها فرزندان خود را مجیب الرحمن انصاری می نامند. ای دشمنان نادان، شما هرگز ترسی که عمرهای ما بر دلهایتان قرار دادن و قرار خواهند داد را فراموش نخواهید کرد. به خدا سوگند ای برادرم، ای مجیب الرحمن، شما مانند عمر رضی الله عنه هستید که در برابر دشمن خشین بودید که با شنیدن نام او دلهایشان می لرزید و در حضور مسلمانان مهربان که با شنیدن نام او افتخار می کردند. ای برادرم فضل الرحمن جان انصاری، به برادرتان و ای فرزندانش به پدرتان افتخار کنید که او در زندگیش صدها نفر به خاطر سخنان حق او به اذن الله هدایت شدند و صدها قلبها که در محبت دنیا غرق شده بود با شهادتش بیدار شد. امروز نه تنها علمای ما بلکه زن و مرد و پیر و جوان امروز از مرگ نمی ترسند و آرزو دارند در راه خدا شهید شوند. میگویند خداوندا مثل مولانای ما در راه تو شهید شویم و در راه تو تکه و پاره شویم.
هزاران مردم مسلمان بودند که فضیلت شهید را نمیدانستند و دعا نمیکردند، اما امروز همه آرزویشان شهادت شده. من خودم شاهد بودم که مردمی که یک بار سخنان حق رهبرمان را شنیدند، با شنیدن شهادت انصاریشان ساعتها و روزها گریه کردند. به خدا قسم وقتی که پدر بزرگم از دنیا رفت، قلب من اینقدر درد نکرده بود. امروز ما درس داشتیم. معلم از ما پرسید که کجا میخواهید زندگی کنید؟ همه گفتیم در هرات. معلم گفت چرا هرات؟ گفتیم ما میخواهیم به سرزمین مولایمان مجیب الرحمن انصاری برویم که علمای زیادی دارد. آنجا سرزمینی که زمینش، آسمانش، درختانش، کوههایش و سنگهایش شاهد مردان خدا بوده و هست. سرزمینی که هزاران شهید دارد. این سرزمین هزاران مادر دارد که فرزندان خود را در راه خدا فدا کردند. گفتیم میخواهیم به مساجد آنجا برویم و در پشت آن دانشمندان ربانی نماز بخوانیم و در مدارس آنجا درس بخوانیم، چون که در سرزمین ما مدرسه ای نیست و ما با ویژه میخواستیم به دیدار عالم ربانی مولانا مجیب الرحمن انصاری برویم و از سخنان زیبای او از نزدیک لذت ببریم. اما دیدار آن عالم ربانی که لبخندهای با مهر و زیبا که دیدنش به قیامت ماند را نتوانستیم ببینیم و من امید دارم که دعا میکنم تا برادرانم را در بهشت در کنار پیامبر ملاقات کنم. ای مادر جان مجیب الرحمن انصاری رحمت الله علیه، کاش می توانستم به پیش شما بیایم و از پیشانیتان ببوسم. شما مادر قهرمانی هستید چون 3 پسر شیر دارید. ای مادر انصاریم، شما از امروز مادر ما هم هستید. کاش همه مادران مثل شما فرزندان مثل مولانا مجیب الرحمن و فضل الرحمن می داشتند. ما دختر مسلمان از تاجیکستان هستیم. می خواهیم این نامه را به گوش مولانا فضل الرحمن انصاری برسانیم. من می خواهم به شما بگویم که شما در این راه تنها نیستید. ما زنان مسلمان و مردان مسلمان تاجیک دعاگوی شما هستیم. برادر عزیز فضل الرحمن انصاری، شما در مراسم نماز جنازه انصاری شهیدمان گفتید در حق من دعا کنید و ما دعاگوی شما هستیم. برادرم مولانا فضل الرحمن انصاری، من از شما می خواهم که در منبر برادر عزیزتان مجیب الرحمن انصاری رحمت الله علیه، منبر حق، مردم تاجیکستان را دعا کنید که خداوند مردان و زنان مؤمن با تقوا و پرهیزگار مثل انصاری صاحب عزیزمان را به سرزمین ما هم نصیب گرداند و سرزمین ما را از دست ستمگران آزاد بسازد. و از شما برادر عزیزم می خواهم که دعا کنید که خداوند به ما و خواهرها و خانواده ها و دوستان و سرزمین ما ذریعه پاک نصیب گرداند. برادرم فضل الرحمن انصاری، میدانم شما هم مثل برادر عزیزتان مولانای مهربانی هستید. از خداوند شهادت می خواهید، اما ما از خداوند می خواهیم و دعا می کنیم که خداوند پیش از شما به ما شهادت نصیب بگرداند تا مانند برادر عزیزمان در راه الله تکه پاره شویم. و از الله می خواهیم که جان ناچیزی مرا به شما و علمای ربانی بدهد، چون ما امت اسلام تحمل از دست دادن علمای ربانی خود را نداریم. و ما دوباره از شما می خواهیم در روز جمعه در حق ما ناچیز دعا کنید که خداوند مرا شهید مانند عمر، عثمان و علی و مجیب الرحمن قرار دهد و خداوند از گناهان ما و هم مسلمانان بگذرد و ما را ببخشد و شما را در دنیا و آخرت سربلند و عاقبت بخیر بگرداند. و من الله توفیق. دلم شاد و لبم خندان، شهیدم من. خواهر موحده و مسلمان و با تقوا و مجاهده و خواهری که از تاجیکستان بود، الله متعال برای همه خواهران امت اسلامی توفیق نصیب بگرداند که این گونه شجاع و دلیر و مجاهد باشند. پروردگار عالم از زن و مرد امت اسلامی به خاطر پیشبرد اسلام و به خاطر رونق اسلام کار بگیرد و همه آنها را اهل اسلام، اهل دین و اهل ایمان قرار بدهد و آنهایی که در صدد گمراهی مسلمانان هستند پروردگار عالم آنها را هم توفیق نصیب بگرداند تا از این عمل شومشان دست بردارند، تا اینکه اونا هم توفیق پیدا بکنند در کنار برادرها و خواهرها قرار بگیرند و امت اسلام را یاری دهند. الله متعال روح حضرت مولانا انصاری رحمت الله علیه را با جمله شهدای اسلام شاد داشته باشد. همه شما عزیزان را دعاگو هستم.
شما هم در حق بنده حقیر دعاگو باشین. خواهرها و برادرای تاجیکستانی و همه عزیزایی که می لحظه از تمام کشورهای دیگری که بیننده ما هستید، در آمریکا هستین، کانادا هستین، هر جای از دنیا که هستین، خواهر مسلمان من هستید، دعاگویتان هستم. یک تعدادی را شاید تازه در چینل ما آمده باشن، انشاءالله در حق همه آنها دعاگو هستیم. کوشش بکنیم که در نشر و پخش دین و شریعت اسلامی تلاش بکنیم، نشرات اسلامی را انتشار بدیم، با دوستایمون شریک بسازیم تا اینکه در اجر و پاداش شریک شویم و یک صدقه جاریه باقی بماند برای ما. همه شما را به الله سبحانه و تعالی میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد افتخار آفرینش، جهان معرفت دریای بینش.